بار دیگر سلام میگم به بینندگان عزیز رادیو آزادی و به همه آنهایی که این لحظه ها در آزادی ویدیو ما رو تماشا دارند و در چند دقیقه دیگر از من سرخط خبرهای رادیو آزادی رو خواهند شنید و باید بگویم که فراموش نکنید ما باز برنامه خبری هم داریم ساعت 1 به وقت پراگ و اگر شما بیننده دائمی ما باشید خیلی خوب بدونید که در این برنامه ما گزارش‌های روز رو پیشنهاد شما میکنیم چه از حیات مردم تاجیکستان و جهان با همکاری و کمکی البته همکاران عزیز ما از مناطق مختلف و بسپاس از یکایی که شما دوستان عزیز که پیوسته صحبت ما رو در بخش مستقیم تماشا میکنید فکر و نظر خودتون رو میگید و این برای ما خیلی مهم است و حالا نیز امیدوارم که طول چند دقیقه دیگر ما رو گوش خواهید کرد تا بدونید که در برنامه خبری ساعت 1 به وقت پراگ کدام موضوع ها بررسی میشه. گفته شنید مقامات دو ولایت هممرزی تاجیکستان و قرقیزستان بر سر بنیاد روی ورودی اسفر آغاز شده است. این ملاقات بعد اون صورت میگیرد که یک گروه ساکنان نزد مرزی قرقیزستان دعوا پیش آوردند که منطقه بنیاد راه بحثی می باشد، اما جانب تاجیکستان میگوید مکانی بنیاد راه پورا قلمرو تاجیکستان است. در کل 3 روز اخیر مرز اسفر تاجیکستان با ولایت بودکند قرقیزستان گرفتار ماجراهایی شده است. روز گذشته مثلا یک ساکن جماعت وروح گفت گروهی از ساکنان ولایت بودکند بام اقامتگاه آنها را در چراگاهی بحث برانگیز در مرز آتش زدند. چنانچه روی این موضوع را در برنامه خبری پیشنهاد شما بینندگان عزیز خواهیم کرد. سوختار جان مهاجر رو گرفت. در پی سوختار مدهش در یکی از منطقه روسیه شهروند تاجیکستان هلاک شد. آتش سوزی شبانگاه به عمل آمد و مهاجر تاجیک نتوانست از علنگه آن جان به سلامت برد. نواری جریان سوختار و همین گونه نتیجه آن را کاربران آزادی ویدیو در اختیار برنامه خبری گذاشتند و بعد 3 ساعت دیگر برایتان نمایش میدیم. روز سه‌شنبه پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 برای حفظ مقامش تلاش خواهد ورزید. ترامپ خود را همچون آشوبگر سیاسی معرفی کرد که 4 سال پیش اداره‌های دولتی واشنگتن را تکان داده فعلا به قربانی کوشش‌های برکنار نمودنش از سوی حزب دموکرات میباشد. در جمع آمد طرفدارانش در شهر آرلند ایالت فلوریدا ترامپ گفت در انتخابات سال 2020 هم مثل انتخابات سال 2016 هم چون نامزدی به اصطلاح بیگانه یا خود اوتسایدر ظهور خواهد کرد. گزارش رادیو آزادی نتیجه داد و یا عدالت برقرار می شود. دادگاه نویای دنقره قضیه ایدی شیرو را از نو بررسی می کند. هفته گذشته اگر شما در یاد داشته باشید بینندگان عزیز همکاران ما در باره تقدیر این دختر 19 ساله گزارش آماده کرده بودند که می گفت شب اول عروسی برای او و خانواده‌اش با فوجه و بدنامی مبدل گشت. ایدی نقل کرد که شوهرش با لطوکوب زیاد او را مجبور کرد که در نزد کامره تلفن اقرار کند که باکره نبود و سپس این نوار را در بین خویشاوندان و همسایه ها پهن نمود. برای چنین رفتاری شوهر او به دادگاه نویای دنقره شکایت کرد و 50,000 سوم جبرانی ضرری معنوی طلب نمود. دادگاه باشد در نوبت خود دعوای او را رد کرد چون به قبل دادرس دلیل بدنامی و پس زدن شأن و اعتبار او را نیافتند. خب حالا منتظر میشویم که بررسی دوباره با چه قرار انجام می‌یابد. فرزند نغز باغ پدر و یا چراگاه فرزندان نوزپرور تکیه‌گاه والدین نمیشوند. در برنامه خبری کوشش میکنیم با پیشنهاد نظرهای مختلف این موضوع رو مطرح کنیم. هم نظر پدری 3 فرزند زمان منصبدار اما حالا معیوب تنها و دستنگر و جامعه شناسانی که عقوبت‌های نوزپروری رو شرح میدهند و البته اندیشه ساکنان را در اطراف این مسئله نیز خواهیم فهمید. ضمن جایز به تاکید است که یک تحقیق پژوهشگاه رشد معارف اکادمی تحصیلات تاجیکستان نموده است افراد نوزپرور نه تنها در عائله‌های دارا بلکه در خانواده‌های میانه حال و کم بضاحت هم دیده میشن، ولی خیلی کم است. خب بینندگان عزیز اگر این موضوع برای شما جالب بود پس با ما بپیوندید. 3 ساعت پس در برنامه خبری ما شما رو منتظر میشیم.